با عرض سلام و احترام دوستان گرامی، در حولی اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان قرار داریم. بینایی که روبروی ما هست در دوران استقلالیت ساخته و استفاده داده شده است. آثارخانه ادبی محمد جان رحیمی در انمی اتاق یکم قرار دارد که ما الان می‌خواهیم درباره‌اش حرف زده باشیم. آن نخست در مرکز شهر دوشنبه در اتاق 8 رودکی 56 قرار داشت و بعداً با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان سال 2017 به اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان کوچانیده شد و از سال 2018 این جانب آثارخانه یا آثارخانه ادبی محمد جان در خود را برای تماشابینان گشوده است. طوری در نوشتجات می‌بینیم آثارخانه ادبی و یادگاری محمد جان رحیمی واقع در بینای اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان. السلام علیکم. خوبی؟ معلمه زبینیسو سفروا متصدی یا که مدیر انانی آثارخانه ادبی محمد جان رحیمی میباشند. معلمه اگر امکان باشد یک جمله درباره استاد محمد جان رحیمی. محمد جان رحیمی شاعر رحیمی یکمین اولین نویسنده تاجیک بود که در اطراف استاد عینی متحد شده همراه او ادبیات نوی تاجیک را برپا کردند. سهم این کس در ادبیات بسیار بلند است و ما میتوانیم که یک کتاب‌های وی را ببینیم. کتاب‌های استاد را از چه صورت؟ از من کوچه کاری اتاق یکم من وقتی در کوچه کاری ما و اینجا یک تصحیح هستند که این از خود شاعر هستند. در درون این سه فقط کتاب‌های نادر هست. همه اینا کتاب‌های نادر هستند که اینا دست‌نویس هستند. دست‌نویس‌ها هستند و خط سنگین. 106 تا کتاب از خود شاعر باقی مانده. این کتاب‌ها کارکرد شده هستند. اینا را ما حکمیت داریم که اینا را کارکرد کرده همه اینا کارتاتیک کرده. میتونید از نشان دست مرحمت کدامش که بشه لغت کلیاتی طبی خرابودی فارسی اینا همه یعنی کتابی هستند که احتیاج به کارکرد دارد. ما خدا خواهد نیت داریم اکنون اینا را از نو کارکرد میکنیم و همه اینا را کارتاتیک کرده و نمایش می‌داریم. خب مرحمت رفتیم اتاق دیگر ما که هست اتاق میراث ادبی شاعر هستند. اینجا مرحمت من اینجا هستم شهادتنامه‌های کوری استاد که در کدام ساحه کار کرده باشند شهادتنامه‌هاشون هستند اینجا و اینجا واخوریایی که در مملکت‌های صلحی بلتیکی بودن و در کدام روزهای سفرهای خارجیشون من روزهای دهه ادبیات تاجیک در مسکو 1958 سالهای من رحیمی در قطار اشتراکچیان دهه صنعت و ادبیات تاجیکستان در مسکو 1949 بو هستم. من با ترسونزاده دهاتی رحیمی و در مسکو بعد از گرفتن آردین‌هایی که سال 1934 اینجا در هستم. من با حسین‌زاده رحیم‌زاده دهاتی نیوزی ترسونزاده میرشکر سال 1956 همکاری داشتن با همین شخصیت‌های این کتاب‌ها شما من اینجا کتابایی که از استاد خودشون هستن و این ژورنالایی که درباره استاد در انیا هست گذاشته شده است. من اینجا باشد همیانش با تنگای خودش شخصا تنگای از دوران استاد موندگان من این همیان این چوینک پوشکشون هست. من اینجا میکروفونشون هستن از بس که استاد در صحبه‌های رادیو تلویزیون و کینماتوگرافی اینجا کار کرده هستن. اینجا میکروفونشون هست. من این استابیلیزاتور اینا هم شهادتنامه چیزشون میشه. حتی ساعت دستیشون هست. ساعت دستیشون هستن. من این تلسکوپی که یک وقت ممکن چیزی که خوندن می‌خواستن کانون. من این کتاب‌های استاد هستن اشعار منتخبشون از 3 قسم عبارت هستن. من این سبای سخن هست. من این توجیه کشور زرین اینا همه کتاب‌های خودشون هستن. من اینجا صورت‌هایی هست که در چیزا هستن در کورات هستن استاد. من این کس اویلشون هست با خواهرش و پسرشون آناستاسیا اینا هستن. من اینجا خود شاعر در کورات به جایی که اشتراک باشد رسمشون هستن. و اینجا
من اینجا در کتابای چون من شرارای جاوید راهی روشن مشعل میدن همه اینا رو باید تو اینا اصلا بیاسته خوشون هستن من اینجا خیلی شعراشون هستن من خیلی هستن عاشق دختری مخباره شدم اندله بی گل و رخساره شدم کافتم بحر و بر از آتش دیر صنم و در رهت آواره شدم اینا شعرهای بیاسته شعراشون هستن این رحیمی محمد رحیمی از سال 39 تا آخر روزهای حیاتش با کینماتوگراف تاجیک همکاری کرده. کینوسیناریوهای سیاحت بابو سفر، نامه بخت، پسر تاجیکستان رو نوشته است. 1942 من اینجا کمتر از چشم سیناری همون خودشون نوشته ماندگی. من اینجا پدر محمد رحیمی قند در ابرزی مرگ سوسپوری کینوی صدرالدین عینی در ابرزی همون خصاصا رحیمی قند خندق فروش بودن در کینو همین پدر محمد جان رحیمی است. رحیمی قند من اینجا رسمشون من اینجا گازیته‌ای که خیلی از محرران لغت تاجیک روسی یعنی در فرهنگ هم کار کرده است. اینا محمد جان رحیمی در علم چه سازواری گذاشته که یکی از محرران لغت تاجیکی روسی بوده با نشر شش مقام اشتراک نموده 254 آهنگ کلاسیکی رو خودش تایید کرده که حافظان همون دوره این رو استفاده می‌کردن. من اینجا خیلی با منظومه‌هایی که برای دیگران سرود است. اینا از اون چیزایی هست که من اینجا میرسید میرشکر رحیم جلیل میرزا توسن‌زاده جلال اکرامی ساتین علوزاده اینا همه کسا رسم دارن از یگان مراسم رومدگی همه کسا این رسمی خودشون. من اینجا نشانهای سرسینگیشون استاد از چی نشانهای سرسینگیش همش من اینجا در کدوم سالو گرفتگیم نوشتم و نگاهی میکنیم. من اینجا رسمایی که با آدمان همه با شخصیت ها با توسن‌زاده با رحیمی با فتح نیازی با تمامی همون شخصیت ها رسموش هست. این هم خیلی قلمدانش هست. من این قلمدانش هست این ساختمان این اوینچه‌ای که در من این همیانش میمونده است همون است. اینجا خیلی همون چیزایی که در برای شاعرای ما مثل فرهاد اینا تولستوی اینا در برای چهارمیسرگی در واسه معلوم کردن. شعر دوست شعر کتابخانه‌ای که از خود محمد جان رحیمی به دیگران یعنی میراث مانده است. معلومه این کتابایی هستند که این زیاده از 2000 کتاب استاد با دست خودش جمع‌آوری کرده که اینها با زبان‌های تاجیکی، روسی، ازبکی، لنتیشی اینو با چند زبان جمع‌آوری کرده. کتابای جمع‌آوری کردگی استاد خودش هستند. همه جابجا کردن. بعد در بین این کتاب‌ها از بس که استاد در وقت خولگی طبیبی هم می‌کردن کتاب‌های ساحه تیب هم به نهایت بسیار است. این برای کسان قند من اینش دیابت قند من نوشتگی برای اینش در برای چی باشه شما ببینید من ایشم روسی در برای کسبوی این خیلی کتابای در برای تیب هست یعنی خود جمع‌آوری کردگی هستن این که نمیشه. من این از وقتی گفتم که شاعر چون در وقت‌های خولگی و طبیبی مشغول بودم من این چی داروواریاشون هست. من این از این مرحمت بشو این خود بازمی است چیکاری است این همون وقتا در سپیر می‌جوشوندن اینا چیزای همونشون هستن. من این دوران تیار می‌کرد من این نشدینید از علوی شاپ علوی از همون دوره بسیار هستن خیلی ما در بارشون کنه میدونیم اینش به چی دورو هستن چی دورو بودن شما راستی کنم اینش به عربی ایرانی میگن فارسی شدت جراحت ها رویکی همه چیزی از خودشون تایید کردگی من اکنون خیلی در بارش یکون چی گفتن نمیتونم یک تایید کردگی دستنویسی کوچولو خیلی اینو رادیو میشون این لامپای روی میزیشون هستن. این طرف اومدگی از بس که گفتیم که حاضر در بالا ذکر کردیم که استاد در شش مقام بسیار سهمی با سزا دارن. من این شش مقامایی که اینا آهنگ با آهنگ بودن 254 تا آهنگ کلاسیکی را شاعر قطعی من این شهاب و اینا همکاری کرده هستن. قطعی اینا همکاری زیج داشتن. من این در برای انسیکلوپدیا گفتیم شاعر بسیار در انسیکلوپدیا هم سهمشون بسیار است. در انسیکلوپدیا نظارت است بسیار کار کردگی است. اینجا اومدگی من این پولکا همش اثرهای
به واسطه نوشتگی شاعر خودش چاپ کردگی هستن. من این کتاب نوشته نوشتگی است محمد جان همش رحیمی. محمد جان رحیمی من نوشتگی اینا پای کتاب همش از بالا تا پایین کتاب شاعر خودشون هستن. اثرای ایجاد کرده خودشون من اینو منتخبی 3 جلدشون 3 جلد یک 3 جلدشون هستن. من این خیلی کسالا که کتابشون هستن. این رادیو است این چی رادیو هست. این میکروفونی بولش میکروفون بوده که 60 گرم میزده گفتیم که در ثبت می‌کرده است. ثبت می‌کرده است در کینو استودیو چوک کار کردگی هستن استاد اینا برای هم. اینجا مراسم جشن 60 سالگی استاد هستن محمد جان رحیمی که اینجا من نیزورمو ظریف و از که شخصیت ها بودن اشتراک دارن در جشن. من رحیمی از 1961 سال بوده هستن. من این 1954 رسمشون اینجا رسم خودشون 1937 یعنی در سن 36 سالگی شدن. من اینجا زادگاهشون زادگاه رحیمی نمودی عمومی بخارا گرفته شده است. در اینجا رحیمی در هیئت گروه اختیاریان وقتی که به صف ارم دعوت میشود اختیاریان در اینجا اشتراک دارند. اینجا در بینای مالیه کمیته خلقی کوچه دهقان 1925 بینای حاضره وزارت مالیه ریاست تاجیکستان اینجا که از سبب استاد کار کردن برای هم رسمشون هست. بینای مالیه هم باز ما با اتاق اشیاء شخصی شوی وارد میشیم. استاد کاری استاد هستن که معنی ماشینکای چوبیشون هستن. همین اثرایی که ایجاد کردن استاد با همین ماشینکا با همین استول استفاده بودن در وقتی در حیات بودنشون. این خیلی همین اپارات تلفنی که حاضرن وجود دارن این همون است. این حرفا باشد این هست اگر حاضر کار کنم ها رنگش هست در همین گازت این نوشته میشه من را برداشتم بالا رفتم میگه کشید بشه طول میدونم من رادیوی پلاستیک کاتیتو میخوردگی رادیو شونسته و جیانشون غنی پدرکم موندگی. من این ساعتی روی میزشون هستن این تابورت که هستن. این شیشه چی شیشه باشد؟ این شیشه همون گرافیشون از خودشون موندگی. من این تابورت کو من اینجا هستن حاضر بود اشتراک دارم. من این رادیوشون این شکاف هم از خودشون همه چی که هست همینجا به واسطه از استاد خودشون هستن و اینجا آلبومشون هستن. میتونم دست کنم آلبوم چی عکسایی که در تمامی سوها بودگیش در گجا کار کردگیشون در ارمیا بودگیشون از همه تصویر زندگیشون فرزندشون چون اویلشون همشون در همین تصویر شدگی است. همه همین از خود استاد است. من جوانی که به واسطه شاعر همین لباسا رو باور کرده در تمام مجلس و در تمام جاها برآمد کردن. ببینید که شاعر یک شاعر خوبسو بودن و لباسایی که چون به واسطه باور می‌کردن. من این تصویر هستن این گاز فوکسون هستن بدون کلمشون هستن که خلق اینو در خونه بوده و نه درونش چیزی داره یا نه خولی هستن. من این دیگرش جمعدونه که در تمام سفرهای خدمتی می‌برده است. من اون مایده بوده 25 اینجا رحیمی با برادرش محمود جان محمد جان رحیمی ازدواج اولشون در بخارا توجیه بودن. من این دخترچه رحیمی محرمه دخترشون این کس جیانشون. من اینجا محرمه با اهل اویلش و وقتی که به دوشنبه دعوت می شود محمد جان رحیمی در اینجا با زن روس ازدواج میکند و از زن روسشون یک تا پسر دارد. من این محمد جان رحیمی من این انستاسیا زنشون با پسرشون الکسی الکسی با همسرش مارگاریتا و اینجا بچه‌شون هستن الکسی هستن زنشون هستن دو تا نبیره‌شون. همین حاضر هر سال همین نبیره‌شون یک بار اومده خبر گرفتن میرفتن از سبب که 2 سال شد کووید هست این کس اومدگی نیست. اینا اشیایی هستن که در روزگار شاعر چون به واسطه استفاده می‌بردن و من مرحمت اینو دیگه در روز رویا دارم دیگه گیرد رویا دارم که اینو از چویانم بسیار وزنی دارم برداشتنشم. شمالتک مسئولی اینو همه از خودی شاعر هستن. من این وینتیلاتور میگفتن شمالتک هستن. من این ترمیساشون چوینیک اینا همه از خود شاعر هستن که در وقت حیات بودن شاعر با هم استفاده بودن در روزگار استفاده بوده است. تصویری که باز می‌بینیم
اینو همین تصویری که میبینین که محمد جان رحیمی با هیئت تحریران روزنامه‌نگار کمسمال تاجیکستان هستن. منش محمد جان رحیمی خودی نشریات عرفان بودگی بخشون هست. محمد جان رحیمی کارمند نشریات دولتی تاجیکستان بودن و در کتابخانه به نام فیردوسی منه رسمشون همراه شاگردان اینجا هستن. وقتی محمد جان رحیمی فعالیت ترجمانی هم داشتن که آنها از فواره بخچه‌سرای پوشکین از گورکی شعرها رو ترجمه میکردن و از اشعار رحیمی زیاده از 4,500 سطر به زبان‌های روسی، ازبکی، لنگشی، اسپانی و دیگر زبان‌ها ترجمه شده است. تورای و شریف امامی باشم، خادم علمی آثارخانه به نام استاد محمد جان رحیمی. ما خادمان کارمندان آثارخانه کوشش میکنیم که مهمانان را قبول نماییم و اکسکورسیا ها را با زبان تاجیکی و روسی گذرانیم. مهمانانی که به آثارخانه ما تشریف می آورند، من اینجا دفتری ملاحظات داریم. در این دفتری ملاحظات فکر و اندیشه های خود را قید میکنند. از نام همه مهمانان و شخصانی که خوب بدون جمهوری باشند، خوب بیرون از جمهوری، در اینجا مینداری خود را برای تشکیل کنندگان آثارخانه، اینستیتوت زبان‌ها و اکادمیای ملی جمهوری تاجیکستان میندارگی خود را میرسانند. خب میتونه یکم نفرشون رو ایشو میکنیم یاد رسکنیم که کیون مثلا از کجا شما گفته که خارجی هم از جمله هستن خیلی کردن هستن؟ بله، از جمهوری هندوستان در اینجا هستند، از جمهوری ایران هستند و از همین جمهوری خودمون آدمانی شخصان زیایی، خوانندگان بسیارند. ما کوشش میکنیم که هر یک مشتری و یا مهمانی که به آثارخانه ما بیاید باز دوباره شوق آمدن کنند و درباره فعالیت و زیست و زندگانی استاد پوره معلومات میدهیم. در اینجا صحنه‌های حیات و ایجادات استاد محمد جان رحیمی ثبت شده است، نوشته شده است به زبان هم تاجیکی هم روسی. اینجا از دوره‌های یکمین شعرهای استاد که بچه‌ها برآورده اند تا آخری حیاتشون ثبت شده است. کارمندان آثارخانه بسیار خواهشمندیم که همین شهروندان تاجیکستان باید که به آثارخانه ها بسیارتر تشریف بیارند، بسیارتر درباره شخصان بزرگی که از عالم رفتند به مثل من همین آثارخانه میرزا ترسونزاده، آثارخانه صدرالدین عینی، آثارخانه استاد لاهوتی و محمد جان رحیمی بیایند و از حیات و زندگی این شخصان بزرگ دیدن نمایند. طور شعرم خوب گفته زنده و جاوید ماند هر کی نکنام زیست که از عقیبش ذکر خیر زنده کنه نام رو. این بود معلومات مختصر درباره آثارخانه ادبی و یادگاری محمد جان رحیمی که واقع در بینای اکادمی ملی علمی تاجیکستان است و در آینده هم تصمیم داریم که این گونه شخصیت ها را پیشکش بینندگان گردانیم.